بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبیر. کسانی که از شما میمیرند و از خود همسرانی را میگذارند باید این همسران 4 ماه و 10 روز انتظار بکشند. پس چون عده خود را تکمیل کردند، اگر ایشان درباره خیش به طریق عادلانه و معقول تصمیمی بگیرند بر شما گناهی نیست و خداوند به آنچه میکنید آگاه است. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. اگر شما به گونه کنایی از زنانی که عده خود را میگذرانند خواستگاری کنید یا این قصه را به دل خود پنهان نمایید بر شما گناهی نیست. به خدا معلوم است که شما آرزوی ازدواج آنها را در خود میپرورانید، ولیکن با ایشان مخفیانه وعده عقد را منمایید مگر آنکه به ایشان چیزی بگویید که با موازین شرع موافق باشد و تا دوره مقرره عده تکمیل نشود قصد بستن نکاحشان را نکنید و بدانید که خداوند آنچه را در دلهای شماست میداند. از این رو از او بترسید و بدانید که خداوند آمرزگار و صاحب حلم است.